درود دوستان، شما در کانال مشتی تاجیکی قرار دارید. شروع میکنیم از محاربه‌ای که دیروز گذشته بود. کرامت‌الله صوفییف بر ضد آگاه سرداری، فکر میکنم آگاه سرداری از ایران است و آنها در اروپا جنگ کردند در لیگ FNC رقم 32 و کرامت‌الله صوفییف از تاجیکستان با قرار داوران غالبیت رو بر دست آورد. دوستان، کرامت‌الله صوفییف به نزدیکی هم طریقی نکاوت تکنیکی برده بود و حاضر با قرار داوران فکر میکنم در مدت 2 ماه دو بار شرکی محاربه میکند. کرامت‌الله صوفییف رو تبریک میکنیم و امیدواریم که او در لیگ FNC قهرمان خواهد شد و از بس که او در اروپا است شاید که برای امریکا رفتن با او آسان‌تر باشد و امیدواریم که او رو ما در امریکا در آینده بینیم در لیگ های PFL یا UFC. خیلی ورزشکار خوب است، خیلی قوی است و همیشه با پیش جنگ خیلی خوب است. دوستان، کرامت‌الله صوفییف رو تبریک میکنیم برای این غلبه و با او بودباری ها آرزو مینموییم. و دیروز در لیگ RCC بوکسینگ پروموشن شهرت سلامتوف در گراند پری برآمد کرد بر ضد تیگران سوگویان. این یک نیم پولو فینال بود، برای فینال برآمدن بود و متاسفانه در اینجا داوران این رو مساوی قرار دادند با قول روسا نیچیا، ولی غلبه رو بر تیگران سوگویان دادند بر حریف شهرت سلامتوف و تیگران سوگویان با فینال برآمد در این گراند پری. برای چی؟ از بس که آخرین راوند در راوند هشتم داوران برتری تیگران سوگویان رو دیدند، یعنی که تیگران سوگویان هشتم راوند رو برد، برای همین نگاه نکرده با مساوی غالبیت رو بر تیگران سوگویان، غالبیت نه، تیگران سوگویان با گراند پری میبراید و غلبه مساوی بود. لیکن در کامنت ها زیاد آدما می نویسند که شهرت سلامتوف برده بود این چی رو، مسابقه رو، و متاسفانه داوران ناعدالتی کردند و حتی در همون چی داوران راوند 8 از شهرت سلامتوف است و نفرایی بودند که در کامنت ها نوشتند که در آخری همین محاربه وقتی که دست مساوی کردند و تیگران سوگویان رو غالبیت اعلام کردند، رئیس همین شرکت به نزد بچه‌های تاجیک آمده و گفت که داوران ناعدالتی کردند، ببخشید اینجا کی برده بود؟ شهرت سلامتوف برده بود. و به هر حال تاجیک رو باز در این فینال چی کردند؟ غالبیت رو ندادند. شاید که باید که شهرت سلامتوف یا با نکاوت تکنیکی یا که با نکاوت این غالبیت رو به دست می‌آورد، در آن حالت دستش رو می‌برداشتند. دوستان، فکرتان رو در این بابت نویسید. شهرت سلامتوف بر ضد تیگران سوگویان مساوی شد و تیگران سوگویان با فینالی گراند پری برآمد، از بس که هشتم راوند رو با او دادند، آخرین راوند. به هر حال شهرت سلامتوف رو ما در آینده موفقیت ها آرزو می‌کنیم. خیلی بکسور خوب است، به درجه عالی بوکس کرد و آیندهش خیلی خوب است، جوان است و امیدواریم که او به هر حال در این شرکت هم که نباشد در شرکت های دیگر قهرمان می شود. و روزی 5 ایول بعد 2 هفته در لیگ ACBGG رقم 21 لایق رجبوف از تاجیکستان بر ضد یوسف رئیسوف از چچنستان در نمود ACBGG گشتینی BGG محاربه میکنند و این هم باشد در وزن 80 کیلو. دوستان، فکرتان رو نویسید کی در این محاربه میبرد. یوسف رئیسوف در این ACBGG چند مبارزه کرده است و الان تجربه خوب هم دارد و همون گشتین خوب هم میگیرد و لایق رجبوف از تاجیکستان باشد یکم بار است و لایق رجبوف باشد پرقوت است، مثل تانک و پیش می رود، همیشه حریف رو همون پرسینگ میکند و متاسفانه در اینجا ضربه زدن اجازت نیست و برای همین فقط گشتین است و
یوسف رئیسов کمتر تجربهش زیادتر است. به هر حال دوستان فکرتون رو نویسید کی 5 ایول در ACBGG گشتین BGG دست بالا می شود، لایق رجبوف از تاجیکستان یا کی یوسف رئیسов. لایق رجبوف در شرکت UFC همون ورزشکار بود و از آنجا او رو از همون شرکت او رو گرفتند، بیرون کردند، چون که او وقتی که زخم داشت شرکت UFC با او محاربه پیشکش میکرد. لایق رجبوف از بس که زخمی پا داشت، زخمی بدن داشت، همین محاربه رو رد کرد. از روی همین به فکر من از روی همین او رو از UFC پیش کردند که لایق رجبوف 2 بار فینالیستی گرند پری PFL امریکا شده است. 2 بار برای $1 میلیون جنگیده است که خیلی تجربه خوب در MMA دارد. و میبینیم روز 5 ایول در لیگ ACBGG بر ضد یوسف رئیسов چی خیل گشتین میگیرد. دوستان فکرتون رو در این بابت نویسید کی میبرد 5 ایول، لایق رجبوف یا کی یوسف رئیسov. و در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. خدا یار و یاورتون بود تا امید دیدار.